میگم سالار کوکا امسال واسه عشقت ولنتاین چی میخوای بگیری؟ با کادو چیه؟ من میخوام اسمشو رو صورتم تگ کنم. کا با اون صورت دیگه جایی نمونده، کجا میخوای تک کنی؟ دماغم خالیه دیگه. میگم ابوالفضل تو چی میخوای واسه عشقت بخری؟ من خرس و شکلات و پاستیل دیگه. با این هیکل و دبدب و کپکپ خرس و شکلات کوکا ما میخوایم 2 تا لامبورگینی براش بخرم. تو نمیری عاشقشم. کلا 250 گرم داری، ارتم میکشی؟ داشت ما رفته بودیم بیرون، یه دونه کردم طلا خوشگل بود، خیلی تو کفش بود، پول نداشتم بگیرم، پولامو جمع کردم، وامم گرفتم، میخوام اون سورپرایزش کنم، اونو براش بگیرم. منم یه چیز خوب براش میخرم. ای والا کوکا ما الماس فروشی آشنا دارم. داش مهدی امسال شما چی میخوای واسه عشقت بخری؟ داش موری واقعیتش یه دقیقه بشین، شلوار کردی گرفتم تو خونه بپوشه لات شه برام. شما چی میگین؟ حالتون خوبه؟ والا پسرم پسرای قدیم، پای پیاده خشک و خالی دست عشقشو میگرفت 2 ساعت تو خیابون پرسه میزدن، آخر سر میبرد جلو درش دختره رو برسونه، 1000 تا منتم سرش میذاش که وقتمو واسط گذاشتم و ارزش واسط نهادم. بچه پایین که نباید بدونه 14 فوریه چه روزیه. بله چنده نمیدونه. بچه پایین باید منتظر 22 بهمن باشه تا عفو رفیقشو ببینه. خوشگل خانم من خوب به خودتون دقت کنید. ولنتاین از رگ گردن به همتون نزدیکتره. حواستون باشه کات نداریم، اسمی خانم اونو بردار نمیبینیم. قهر نداریم، لجبازی تحت هیچ شرایطی نداریم. یعنی یارو اگه زنگ زد گفت گه خویدو میگی با میل خویدم تیا به خاطر اینکه ولنتاینه. قبولتون دارم یا چی؟ یا چی؟ خب پس اگه قبولتون ندارم یا چیه نفر 200 پیلم بکشید تا بقیه‌شو بگم. دست به دست بچرخون دخترم. سر باید بوی عرق بده، نه اینکه پس پس عطر بزنه بره سر قرار کادوی ولنتانک بده که. باش مهدی ما یه 1000 تومانی خرج نمی کردیم. اصلا خودت بگو داداش. اتفاقا یه خرس 2 متره. نه اونو نه، اون یکی رو بگو. پسری که بتونه پول دوره بدنسازی خودشو از عشقش بکنه پسر نیست که، آرنولده. ماشاءالله داش مهدی دمت گرم. داش علی شما بگو. پسری که بتونه ناهار شام رستورانشو بندازه گردن دوست دخترش پسر نیستش که، یه قهرمانه، یه بتمنه. داش مهدی شما بگو داداش. پسری که برای عشقش روز ولنتانز آیفون 12 پرو مکس نگیره پسر نیست، جای خواهرمونه. یه دقیقه 2 ساعته به اینا دارم میگم ولنتاین چه کادو نخرید، تو خراب داره میکنه که درستش کن سری. البته آقا من دخالت نمیکنم. من پارسال برای عشقم آیفون 11 پرو مکس گرفتم، تو مسابقه 2 برنده شده بودم. آقا البته زیادم نبودیم، کلا 3 نفر بودیم، من بودم و نیروی محترم انتظامی و صابگوشی. ولک مرتضا داداش تو بگو. کوکا ما پارسال 500 تا کادو ولنتاین گرفتم که کوچیکترینش کشی یونانی بود که ما قبول نکردم. امسال هم قول داده به ما کاپ جام جهانی 2022 رو بده که بازم قبول نمیکنم تو نمیری. باریکلا. همینا من عاشق صداقت بچه‌های آبادانم ولک. باریکلا. خب 2 تا نکته رو تو کلاسای شمسیزون هیچ وقت فراموش نکنین. اول اینکه از مطالبی که شمسیزون میگه حتما یادداشت کنید. کاغذ خودکاراتون رو در بیارید بنویسید. دوما حجابتون رو به خودتون رعایت کنید. ببینم دخترم شما چرا یادداشت نمی‌کنی؟ استاد من خودکار ندارم. چی؟ خودکار نداری؟ ماتیک که داری هم رنگ کلات میزنی اینجوری میکنی. با هم بنویس، با ماتیکت بنویس. زینگولیای شمسی خوب دقت کنید. با 4 تا گل و کاکایی و خرس و اینجور چیزا شما رو به خودتون خر نکنن. کسی که عاشق واقعیه کی میدونه بعد چی بگیره؟ شما حجاب نداری؟ شما بگو. استاد پول؟ شما؟ استاد طلا خوبه؟ آناناس سخت در اشتباهید. واقعا بهتون متاسفم، هیچی حالتون نیست. چطور گفتم یا چی؟ یا چی؟ خب اگه میخواید ادامهشو بشنوید و یاد بگیرید کارتخوان همونجا رو میزه. دست به دست بسرخون 300 دیگه بکشید تا بقیه‌شو بگم. همین شماهایی که الان شده دغدغه اصلیتون ولنتاین،
چند روز پیش روز مادر چی کار کردین واسه مادراتون؟ خیلیاتون اصلا پیش مادراتون هم نبودین. پسرای خوب، هر روز روز مادره. با بوسیدن مادرم هیچکی تا حالا کرونا نگرفته، البته اگه مقصد کف پای مادر باشه. خب و اما فن آخر استاد که خیلی جوابه و نیاز به کارت کشیدن هم نیست، اینو بهتون اشانتیون آوردم. تو این 3-4 روزه که مونده به ولنتاین خوب حواستون رو جمع کنید. از این پخ‌پوسترها به خودتون خیلی بمالید، از کلمات شبیه آقامون، بیب کجایی، یه شمال بریم یا چی، از این کلمات زیاد به خودتون استفاده کنید چون خیلی جواب میده. برید دست پر برگردید، آیفوناتون رو بیارید، شمسیتون حتما ببینه. برید، خدا پشت و پناهتون. ولنتاین چیه؟ عشق چیه؟ عاشقی چیه؟ پسر باید اونقدر لات باشه که تو ژاپن خاکش کنن. نفر داشتیم باخت داده ولی کادو نداده. این جالب، حامد تبریزی با افتخار تا به این لحظه یه دونه کادو ندادم، ولی تا دلتون بخواد کادو گرفتم. عشقم، زندگی من، خودم رو دورت بچرخونم. بیبی یه شمال بریم یا چی؟ یا چی؟ ببین برات چی گرفتم، خدا وکیل. ببین راضی هستی؟ مرسی. یا راضی انشالله دا؟ همش 2 تا؟ که پنگز نه 2 تا. من کم گرفتم برات. پارسال 206 گرفتی. امسال نیو فیس برات ثبت نام کردم. از اون جدیدا؟ خدا وکیلی. مرسی. عشقم این هفته به خاطر تو 10 نفر رو زدم. اینم کادوی ولنتاینه. وای عشقم، خودت که چیزیت نشده. نه قربونت برم. مرسی. دورت بگردم، چی گرفتی برام؟ سپرایز آیفون 12 پرو مکس. اینجا رو ببین، اپل واچش هم برات گرفتم. وای مرسی. موشو برام. این که موش نیست. اصلا بتمن میشم برات. آره. عشقم تو به هم کادوی ولنتاین چیزی نمیخری؟ بابا ما چه کادو برای ایناست. من میگم جسی برات 2 تا تخم کنه. خوبه؟ آفرین خوبه، همون بوی عرقت، سیبیلات، بوی دهنت، اونا واسه من همه چیزه. آفرین. بدیش کن بابا اینا رو. مهدی جون، شاستی بلندمون مبارک باشه. عشقم، من هرچی تو این زندگی دارم از صدقه سر تو ترفندهای قشنگته. آره تا باشه از این ولنتاینزا بار جدید. بس ساکت. هپی ولنتاینز دی. میبینم که همگی موفق شدید. رئیس‌های شمس‌جون همش جواب داد. آفرین، شاید موفقم دوباره رکورد زد. سطر خانم باریکلا. آفرین اسکی خانم. اون سبد شمسی رو فقط بده ببینم چیا کادو گرفتیم. بریزین کادوهاتون رو تو این. آفرین بریز. برو به ننت بگو بیاد. ای ننه نگیا، بگو شمسی جون شش میکنم. شمسی جون باریکلا، من واقعا بهتون افتخار میکنم. سبد شمسی جون رو بده ببینم چیا گرفتین. آفرین. شمسی جون این آقایی که بیرون دم در وایستاده مرغ دستشه کارت داره. خب من یه لحظه برم الان میام. چطور جوجو؟ خانمم شیری یا چی؟ یا شیر. برشان فقط نفهمن، خیلی زشت میشه. اینا رو از لیموکا گرفتم، با اصلش مو نمیزنه. همون تعداد که گفتی 12 و 11 پرو. خب خدا اصلش گارانتی نداره، این 12 ما هم گارانتی داره. تازه زنگ زدم برامون فرستادن. جابجا کنیم دیگه. پسرم بیا اینجا. جسی رو بگیر، بابای اینا رو جابجا کنه. جسی رو میدیم یه داگ میخریم. جسی رو دست نمیزنیم. جابجا کن. بیا عشقم، من هرچی تو این زندگی دارم از صدقه سر تو ترفندهای قشنگته. آره تا باشه از این ولنتاینزا بار جدید. پسرم جسی رو بگیرید بریم. بریم بیا.